همیشه بسیار از ما و شما دنبال این هستیم که کدام دعا را بخوانیم تا از غم و از غصه و از محنت و از رنج روزگار خلاص بشویم. یا ای که بسیار از عزیزان ما پرسان میکنن که کدام دعا را بخوانیم تا ای که از قرضداری و پریشانی و مشکلات زندگی نجات پیدا بکنیم. امروز این دعا را خدمتتان تقدیم میکنم و امیدوارم این دعا را همیشه بخوانید تا که از مشکلات نجات پیدا بکنیم، هر کدامی از ما و شما. در مورد این دعا دو تا نقل است. یکی که حضرت انس رضی الله تعالی عنه میفرمایند این دعایی است که رسول ما صلی الله علیه وسلم بسیار این را میخواندن همیشه. رسول ما صلی الله علیه وسلم چون او رحمت للعالمین است، سید المرسلین است، غمخوار امت هست، بالمؤمنین رؤوف الرحیم است، با همون جایگاه و مقام و عظمت که داره، او این دعا هست، دعایی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم همیشه زیاد خوانده. کوشش بکنید این دعا رو یاد بگیرید و بخوانید. حداقل 5 وقت نماز که در شبانه روز میخوانید، این دعا رو بعد از نمازتان دعا بکنید. امیدوارم ان شاء الله قبول میشه و الله تبارک و تعالی همه مشکلات رو حل میکنه. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والكسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال. معنایش چیست؟ پروردگارا به تو پناه میبرم از غم و اندوه و سستی و بخالت و کسالت و تنبلی و غفلت و از قرضداری و پریشانی و از خشم و غضب مردم و از اینکه ظالمی بر ما مسلط بشه. الله به تو پناه میبرم. این دعا را بخوانید ان شاء الله حتما در زندگی راهی برای بیرون رفت از مشکلات پیدا خواهد شد.